سلام، محمد حسین ابروی هستم از ایران انکلکس، ایران یوورد قدیمی که میشناختیدش و ما تقریبا میشه گفت 5 ساله در کنارتون هستیم. اینجام تا معرفی کنم سیمپل نرسینگ و به درد چه کسایی میخوره، چقدر ازت زمان میگیره، تو چه فازی که هستی، مثلا دانشجویی، طرحی هستی، مدرکت آزاد شد، تو چه فازی که باشی این به دردت میخوره. اول اینکه مجموعه شامل بیش از 900 PDF آموزشی و 193 ساعت و 23 دقیقه و 27 ثانیه آموزشه به شکل ویدیویی. پس ویدیو به علاوه PDF. هر کدوم از این دسته رو من باز بکنم، شما بعد از اینکه تهیه بکنید دوره رو از ما، یه همچین فضایی رو ما در اختیارتون قرار میدیم که میتونید توش PDF ها رو ببینید. خب مثلا من الان دارم یه خورده میگردم این بین، کلیک میکنم، PDF باز میشه برام. PDF شامل این مطالب هست. یا فکر کرد کیفیتش پایینه؟ نه داشت لود میشد. کیفیتش فوق العاده است و همون چیزی که سایت اصلی بهتون ارائه میکنه. سرفصل ویدیوها رو هم تماشا بفرمایید. من اسکرول میکنم، شما میتونید ویدیو رو پاوز بکنید. هر کدوم از این سرفصل ها خب یه سری زیر مجموعه داره دیگه. مثلا فارماکولوژی رو اگه باز بکنم، اینقدر ویدیو داره فقط قسمت فارماکولوژی. میگم شما میتونید ویدیو رو پاوز کنید، من سریع اسکرول میکنم. این فقط فارما ها، همچنان ما تو فارماییم. مد یعنی اون محاسبات دارویی که چالش خیلی هست. نمونه ویدیو کپی رایت میخوریم، نمیتونم براتون اینجا پخش بکنم، اما اگر خواستید میتونید به آیدی @ایران_U_Word2 پیام بفرستید این آیدی توی تلگرام و براتون نمونه ویدیو ارسال میشه. پس این از این، یعنی ما یه مجموعه ویدیویی، یه مجموعه PDF به درد چه کسایی میخوره. خب این تا اگه 193 ساعت رو، حالا اینا بعضیش تکراریه ها. مثلا چجوری؟ شما تصور بکنید یه ویدیو داریم، بذار ببینم میتونم، مثلا فول ویدیوه، میبینید خود اینو بعضی وقتا میاد میشکنه، به بخش‌های مختلف تقسیم میکنه برای اینکه مثلا شما راحت تر پیدا بکنید. مثلا میبینی این یه فول ویدیو خود 16 دقیقه است. این انمیا، اینا، این 4 تا، 1 2 3 تا، این 3 تا زیر مجموعه های اینه. یعنی ببین بعضی وقتا شما خب این 3 دقیقه، 4 دقیقه، 7 دقیقه رو از این ورداری، فقط این 16 رو ببینی، کارو جمع کردی که همون ویدیو فقط اومده دسته‌بندی کرده که شما بتونی راحت تر اگه یه وقتی خواستی یه بخش کوتاهی رو ببینی یا این ویدیو رو ببینی، کل ویدیو، فول ویدیو یا انمی رو نبینی. خب اوکی، پس من میگم چقدر 150 ساعت مفید این دوره زمان ویدیوهاشه. 2 ساعت تو روز یکی سیمپل نرسینگ ببینه، خب میشه چقدر؟ 75 روز. حالا باید ببین دیگه 2 ساعت هم وقتی میبینی احتمالا بتونی 30 دقیقه سیمپل نرسینگ ببینی. خب یعنی 2 ساعت زمان میذاری، 30 دقیقه میفهمی. باید این، میخوام محاسبه رو بهت یاد بدم. حالا هر کس فهمشش یه جوره دیگه. شما مثلا یه جوری فهم میکنی، شاید یک بار ببینی بفهمی مطلبو، زیاد نخوای نکته توش برداری. نکته هم که واقعا نیاز نیست بردارید چون PDF هاش هست دیگه، ولی خب بعضی از دوستان علاقه دارن که در رابطه با هر ویدیویی یه نکته هم بنویسن، ایرادی نداره. شما ببینی هر مثلا 1 ساعت زمانی که میذاری چند دقیقه مفید داری ویدیو میبینی و PDF حل میکنی. یه فرد خداییش بخواد زمان بذاره تو 3 ماه میتونه سیمپل نرسینگ رو کامل ببینه و PDF هاش هم بخونه. حالا یکم زمان کمتر بذاره تو 6 ماه. این فرد داره تقریبا تو روز 2-3 ساعت هم مطالعه میکنه. سطح زبانش هم باید دیگه حداقل اینترمدییت باشه وگرنه متوجه نمیشه ویدیوها رو. نمونه‌هاشو بگیرید از ما متوجه میشید که سختیش تا چه حده. باید یه سطح اینترمدییتی داشته باشه. به درد کسی میخوره که میخواد پایش رو قوی بسازه. به درد کسی میخوره که دانشجوه از الان. به درد کسی میخوره که طرحی سال اوله. یا در کل بهتون بگم زمان پیش روش یه زمان اوکیه. مثلا ببین تو فورس نیست. یه وقتی از شما فورس داری، تو مثلا تو 3 ماه باید بری آزمون بدی. تو 3 ماه بری آزمون بدی باید ایران یوورد رو کار بکنی یا آرچر. مثلا این یه تست ایران یوورد
می اینجا قلبی عروقی رو وا میکنی میزنی، مثلا یاد میگیری میری تست بعدی. اما یه وقتی هست میخوای پایه بسازی برای خودت، میخوای پایه بسازی، اون موقع سیمپل نرسینگ میتونه انتخاب خیلی خوبی باشه. پس برای کسی که پایه میخواد بسازه، برای کسی که زمان داره، سیمپل نرسینگ مناسبه. یه وقتی هست شما میخوای موازی با یوورد و آرچر اینو بخونی، اون موقع هم میتونی مثلا یه مبحثی تو قلب و میای جمع میکنی از سیمپل نرسینگ، همونو میری توی یوورد بعدش تست میزنی. این هم یه سبک موازی کار کردن منابع در کنار هم هست. مثلا میری مدیکال سرجیکال، چون می اینجا قلبی عروقیشو پی دی اف هاشو میخونی، ویدیوهاش هم هست میبینی، بعدش 4-5 روز فاصله میندازی که مطالب یکم از ذهنت بره، که فشار بیاری به ذهنت موقع تست زدن. بعد می تستاشو میزنی. تست هم ایران یوورد دسته‌بندی داره، میتونید اینجا انتخاب بکنید از کدوم دسته‌بندی میخواید. مثلا ادالت انتخاب میکنی، کاردیو، نسل قدیم و نسل جدید. مثلا الان کاردیو 205 تا تست داره که اگه همه اینا رو بزنی واقعا به همه مطالب اشراف پیدا میکنی. خب وقتی این تستا هست میتونی اشراف پیدا کنی فقط با زدن این تستا، برای چی بری سراغ سیمپل نرسینگ؟ برای اینکه اطلاعات بیشتری بگیری که چی بشه، که پایت قوی تر بشه. به هر حال پایه قوی تر ساختن ضرر نداره. یه وقتی هست کسی میخواد مجموعه سیمپل نرسینگ رو ببینه، ما که منع نمی کنیم کسی از خوندن هیچ منبعی. کارایی سیمپل نرسینگ اینه که خدمتتون عرض کردم. بازم هر سوالی بود به همین آیدی بفرستید، خودم پاسخگوتون خواهم بود، یا تیم پشتیبانی هر کدوم از بچه‌ها باشه. اگه مربوط به من باشه من بهتون پاسخ میدم. پیروز و موفق باشید.